سلام دوستان و علاقمندان آموزش زبان روسی از طریق ویدیو. مجموعه درسایی که ما برایتان تهیه میکنیم برای افراد سنهای گوناگون از کودکان گرفته تا بزرگسالان در نظر گرفته شدند. همچنین این ویدیوها برای بزرگسالانی که سطح دانش زبانیشان زیاد بالا نیست و برایشان باید این درس‌ها آسان باشد در نظر گرفته شدند. به همین خاطر هم ما از ارائه جزئیات درباره خصوصیت‌های گراماتیکی یا صرفی و نحوی کلمه و جمله ها خودداری میکنیم و البته اگر خیلی نیاز پیش بیاید ما توضیحات خلاصه درباره خصوصیت‌های گراماتیکی یا صرفی و نحوی نیز برایتان ارائه میکنیم. اما در آینده وقتی که به مرور پیش رفتیم در اون صورت ما میتونیم توضیحات بیشتر به صورت علاهیده درباره خصوصیت‌های گراماتیکی کلمه ها جمله ها برایتان پیشنهاد بکنیم. به خاطر که این ویدیوها را خوبتر استفاده بکنید و از اونها به صورت با ثمر بتونین یاد بگیرین زبان روسی را، از شما خواهش میکنیم که این ویدیوها را توقف بتین، بعد از اون تکرار بکنیم جمله و کلمه هایی که ما برایتان میگوییم و همچنین میتوانید یک دفتر علاهیده راه اندازی بکنید و آن چیزی که در این درس ها برایتان پیشنهاد می شود در این دفتر بنویسید تا اینکه یاد گرفتن برایتان آسانتر و بهتر شود. درسی که امروز شروع میکنیم با همون کلمه های شروع میکنیم که همه روزا ما و شما در زندگی روزمرهمان استفاده میکنیم، مثل کلمه های من، تو، او، وی، ما، شما، آنها. یعنی افرادی که همیشه با ما هستن و ما با آنها گفتگو میکنیم. من می شود یا، تو می شود تی، او اگر مرد باشد می شود آن، او اگر زن باشد می شود آنه. توجه کنید که آنه نوشته می شود اما انا تلفظ می شود. حالا ببینیم که ما، شما و آنها به زبان روسی چی می شود. ما می شود می، شما می شود وی و آنها می شود آنی. البته آنی نوشته می شود اما انی تلفظ می شود. و حالا کلمه های من، تو، او، ما، شما و آنها را در چند جمله با هم می بینیم. من دانشجو هستم. یا استودنت اگر گوینده مرد یا پسر باشد. اگر گوینده زن یا دختر باشد میگوید یا استودنتکا. تو دانشجو هستی. تو استودنت اگر مرد یا پسر باشد. اگر زن یا دختر باشد میگوییم تو استودنتکا. وی یا او دانشجو است. آن استودنت اگر مرد یا پسر باشد. اگر زن یا دختر باشد میگوییم انا استودنتکا. من معلم هستم. یا اوچیتل اگر گوینده مرد یا پسر باشد. اگر گوینده زن یا دختر باشد میگوید یا اوچیتلنیتزا. تو معلم هستی. تو اوچیتل اگر مرد یا پسر باشد. اگر زن یا دختر باشد میگوییم تو اوچیتلنیتزا. وی یا او معلم است. آن اوچیتل اگر مرد یا پسر باشد. اگر زن یا دختر باشد میگوییم انا اوچیتلنیتزا. من ورزشکار هستم. یا سپورتسمن اگر گوینده مرد یا پسر باشد. اگر گوینده زن یا دختر باشد میگوید یا سپورتسمنکا. تو ورزشکار هستی. تو سپورتسمن اگر مرد یا پسر باشد. اگر زن یا دختر باشد میگوییم تو سپورتسمنکا. و یا او ورزشکار است. آن سپورتسمن اگر مرد یا پسر باشد. اگر زن یا دختر باشد میگوییم انا سپورتسمنکا. ما ورزشکار هستیم. می سپورتسمنی. شما ورزشکار هستید. وی سپورتسمنی. آنها ورزشکار هستند. انی سپورتسمنی. ما دانشجو هستیم. می استودنتی. شما دانشجو هستید. وی استودنتی. آنها دانشجو هستند. انی استودنتی.
اگر این درس ها خوشتان آمده باشد لطفا در یوتیوب در اون جایی که تگمه لایک است اونو پخش بکنید و همچنین میتوانید عضو کانال ما بشوید و همچنین در زیر این ویدیوها از شما خواهش میکنیم که نقطه نظرهای خودتان را درباره این درس ها بنویسید. اگر حتی نقطه نظرهای شما انتقادی باشند برای بهبود کیفیت درس ها به ما کمک میکنید. خیلی سپاسگزارم از شما.